یوتیوب با ایرانی هیچ مشکلی نداره. الان به خاطر آپدیت هایی که داده و هوش مصنوعی که اد کرده اینطوریه که تشخیص میده وی پی ان های مسخره رو. یعنی خب ببین یه سری وی پی ان های چرت و پرت، یه سری وی پی ان های خوب و حالا قوی. وی پی ان های مسخره از این دسته است که مثلا سرورش تو ایرانه، یعنی میزنه تو به آلمان وصل شدی ولی تو به آلمان وصل نشدی. متوجه به چی میگم؟ تو داخل ایرانی، خب میری داخل یوتیوب، یه بار با آلمان میری، یه بار با انگلیس میری، یه بار با برزیل میری، یه بار با سوئد میری. بعد خب یوتیوب اینطوریه که شاید این باته، شاید این داره ویو فیک میزنه. و یعنی یک آدم عادی حتی تحریم هم باشه معمولا با یک وی پی ان میاد، یا اصلا سروراش مشخصه آلمان، آمریکا، انگلیس، مثلا بین این سه تا. هی نمیره از این آی پی به اون آی پی، یا هر نیم ساعت یک ساعت. خب وی پی ان ها ارزون هر نیم ساعت قطع میشن یا هر یک ساعت. خب شما فکر کن دو تا ویدیو بخوای ببین، دو تا گیم پلی